40 کشور جهان ظرفیت‌های فرهنگی و سنتی خود را به نمایشگاه بین‌المللی گردشگری آنکارا آوردند. غرفه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز به سان نمایشگاه‌های گذشته حضور فعالی دارد. گردشگری یکی از حوزه‌های اقتصادی است که بسیار مغروم به صرفه است. در عین حال به توسعه فرهنگی و تبادل فرهنگی کمک میکنه. ترکیه مقصد گردشگری خیلی کشورهای دیگه هم هست. ایران رو در ترکیه وقتی نشون میدیم در واقع فقط مخاطب ما مخاطب ترک نیست، گردشگران خارجی هم اینجا حضور دارن و ما میتونیم اونها رو هم علاقمند کنیم که به ایران سفر کنن. بسیاری از شهروندان ترکیه‌ای بازدید کننده نمایشگاه آشنا به ظرفیت‌های گردشگری کشورمان و علاقه‌مند سفر به کشور همسایه ایران. Muhteşem hem uygarlık hem doğa tarihi her şey açıdan mükemmel. با ظرفیت‌های گردشگری و مردم مهمان نواز کشور همسایه‌مان ایران به خوبی آشنا هستم. متاسفانه توفیق سفر به ایران را نداشتم، اما انشاءالله در اولین فرصت قصد سفر به ایران دارم. مطمئنم در مقایسه با سفرهای قبلی من به کشورهای دیگر برای خودم و خانواده‌ام خیلی جذاب خواهد بود. من در لندن زندگی می‌کنم. تنها با این هدف به نمایشگاه آمدم که غرفه ایران رو بازدید کنم و اطلاعات لازم رو برای سفرم کسب کنم. من دوستان ایرانی زیادی دارم و به فرهنگ و تمدن همسایه‌مون افتخار می‌کنم. یک غرفه دار از بوسنی و هرزگوین نیز قدردان مردم ایران است. Çok seviyoruz ülke olarak da seviyoruz. مردم بوسنی و هرزگوین هیچگاه محبت‌های حکومت و مردم ایران رو فراموش نمی‌کنند. ما با ایرانیان اشتراکات دینی و فرهنگی عمیقی داریم و گرمای حمایت ایران و ایرانی از مسلمانان بوسنیایی رو همیشه حس می‌کنیم. در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری آنکارا کشورهای مختلف جهان با ارائه آثاری از آداب و سنن سعی در تعامل و جذب گردشگر به نفع کشورشان را دارند. به گفته مسئولین فرهنگی امسال تعداد تورهای گردشگری از ترکیه به مقصد کشورمان افزایش قابل توجهی داشته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.